سلام دوستان، امروز اومدم اینجا تو این ساختمون تا چند دقیقه دیگه یکی از موکلامو میبینم که با پرمننت رزیدنسی PR کانادا وارد کانادا شدن از طریق برنامه استارتاپ و الان همراه تیم ما تونستیم براشون یه دونه آپارتمان خیلی راحت و خوبی رو در این ساختمون که تو خیابون هایوی 7 تورنتو هست براشون اجاره کنیم. برای بیننده‌های خوب من الان توضیح میدید از چه پروگرامی اومدید؟ بله، ما از طریق استارتاپ وارد کانادا شدیم، با PR اومدیم و همه اعضای گروهمون هم در راه هستن. من اولین نفرم از گروه که اومدم اینجا. بقیه مثل که ماه یکی وارد میشن، 5 نفر هستن. بله، گروه استارتاپی 5 نفره با موفقیت PRشون گرفتیم. یه چیزی هم در حدود 2 سال و خورده بیشتر طول کشید. در واقع وسط شهر تورنتو هستش، خیابون هایوی 7 هست.